حدیث قدسی. یاد کردن از نعمتهای الهی. خداوند متعال به داود علیه السلام فرمود: مرا دوست بدار و مرا در نظر مخلوقات من نیز محبوب بگردان. داود علیه السلام گفت: پروردگارا، باشد، من تو را دوست دارم، ولی چگونه تو را محبوب آفریدگانت بسازم؟ خداوند متعال فرمود: نزد آنان نعمتهای مرا یاد کن. یقینا وقت نعمتهای مرا برای آنان یاد کردی، مرا دوست خواهند داشت. بهارالانوار جلد 14 صفحه 38.